در حالی که روزنه ترانسفری تابستانه در فوتبال وطن باز است، ایست طرفشان هم با بازیکنان ازبکستانی خود سرداربek سعیدov، میرزاهید میرزا محمودov و دروازه‌بان شهزاد شمس‌الدینov خیر خوش کرد. همچنین از این تیم بازیگر دیگر ازبکستانی سهراب بردیев میتواند رود. پس معلوم میشود که طاهر مومینов سر از نیمه دوم موسم کلاً با استراتژی نو به میدان نبرد میآید. همچنین از صف حاصلات فرخ‌ها هم یک قطار بازیگران رفتند و اینجا میتوان نفرانی چون اویبک عبدالغفارov، ساموئل آفوری، عزیزبek سلطانov و شوکت حاتم را نام برد. با قول رسانه‌ها یا خود سرچشمه ما، شوکت حاتم شاید کارنامه فوتبالیش را در دسته هولبوکی واسه ادامه دهد. ممکن که شوکت و چند دیگران آمده وضع دسته پرغرور از نزد قلعه واسه را با قول ساز کنند. اگر نه این دسته چطور از لیگ اول به لیگ عالی آمد، اگر با زبان فوتبالی ابراز کنیم، این تیم باز دیگر باره میتواند با آن لیگ به سطحش لازمی کامبک نماید.